سلام بچه، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من شهاب هستم و خوش اومدین به ویدیوی دیگه. خب بچه ها، امروز توی این ویدیو میخوام قیمت حدودی تبسوپ رو با توجه به قیمت نات کوین براتون حساب کنم. بچه ها، عددهایی که توی این ویدیو میگم حدودی هن، هیچ جایی اعلام نشده. من دارم با توجه به ایدراپ نات کوین اینو حساب میکنم. تبسوپ دقیقا کپی برداری شده از روی نات کوین. من مارکت کپ یا همون ارزش کل توکناشم از روی نات کوین برداشتم، از روی قیمت الان نات کوین، که میشه گفت خوشبینانه ترین حالتیه که میتونیم حساب کنیم قیمت ها رو. پس بچه ها، عددهایی که توی این ویدیو میگم شاید اصلا نباشه اون زمانی که ایدراپش پخش بشه، شاید این قیمت اصلا نباشه، چون خیلی از بچه ها ازم سوال میپرسن که به نظرت قیمت چجوریه و اینا. من داشتم امروز واسه خودم حساب میکردم که ببینم حدودا هر 1 میلیون توکن تپ چقدر میشه به دلار، که گفتم یه ویدیو بگیرم و به شما بگم که من چه جوری حساب میکنم. شما حتما نظراتتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید. خب بچه ها، اول بریم سراغ آمار خود ربات تبسوپ. همونطور که بچه ها اینجا میبینید تعداد کل اون توکن های تپی که توی ربات پخش شده بین کاربرا حدود 318 تریلیونه، که این عدد بچه ها واسه نات کوین. بذارید بچه ها بریم، من یه متن آماده کردم، روی اون متن بهتون توضیح بدم. اینجا رو نگاه کنید بچه ها، تعداد کل توکن های نات کوین 102 تریلیون بود که بعد 3 تا صفرش کم شد 102 میلیارد، که الان میتونید برید توی سایت کوین مارکت کپ خودتون چک کنید که تعداد کل توکن های نات کوین 102 میلیارده و قیمت هر کدومش هم 15,000 دلار، یعنی 1015، که میتونید برید خودتون هم چک کنید. بچه ها، تعداد کل توکن های تبسوپ همونطور که توی ربات دیدیم الان 318 تریلیونه، که اگه بخوایم با توجه به نات کوین حسابش کنیم تقریبا 3 برابر تعداد توکن های نات کوینه، یعنی میشه هر 1000 تا نات کوین معادل 3000 تا توکن تبسوپ. الان بچه ها، قیمت هر یه دونه نات کوین اگه برید خودتون هم چک کنید معادل 15,000 دلاره. پس بچه ها، اگه این قیمت رو ما تقسیم بر 3 بکنیم، همونطور که این بالا بهتون گفتم تعداد کل توکن های تبسوپ 3 برابر نات کوینه. اگه اینو تقسیم بر 3 بکنیم، هر 1000 تا توکن تبسوپ معادل تقریبا میشه گفت 205. بچه ها، این چیزایی که توی این بخش بهتون گفتم مربوط به تعداد کل امتیازاست که 3 برابر نات کوینه. پس اگه بخوایم با توجه به این حساب کنیم، 1/3 قیمت نات کوینه با توجه به توکن های ماین شده و اینکه بدونیم همون اتفاقی که واسه نات کوین افتاد واسه تبسوپ هم میفته. پس بچه ها، این مربوط به این تعداد کل کاربرای نات کوین. بچه ها، زمانی که ایدراپش داد 35 میلیون کاربر بود، که خودتون هم میتونید برید چک کنید. تعداد کل کاربرای تبسوپ بچه ها الانی که دارم ویدیو رو ضبط میکنم حدود 62 میلیونه، یعنی تقریبا میشه گفت 2 برابره. پس بچه ها، اینجا دوباره اگه همون مارکت کپ نات کوین رو در نظر بگیریم، دوباره باید اینو تقسیم بر 2 بکنیم. اینجا این حالتی که بچه دارم بهتون میگم بهترین حالته، چون ایدراپ مثل نات کوین ما خیلی کم داشتیم کلا تا الان و مقداری که داد خیلی زیاد بود. پس این حالتی که من دارم بهتون میگم بهترین حالته. پس این 205 اگه اینجا دوباره تقسیم بر 2 بکنیم میشه 2025. این قیمت بچه ها بهترین و خوشبینانه ترین قیمتیه که میتونیم واسه تبسوپ الان در نظر بگیریم. اگه توی همین 2-3 روز تازه تکلیفش مشخص بشه و بخش ماینش تموم بشه و کاربر جدیدی بهش اضافه نشه. بچه ها، الان نات کوین توی سایت کوین مارکت کپ رتبه 59 رو داره با 1.5 میلیارد دلار ارزش کل توکناش. پس ما اینجا داریم ارزش کل توکن های تبسوپ هم 1.5 میلیارد دلار در نظر میگیریم، که شاید از این خیلی کمتر باشه موقعی که عرضه بشه و اینا و قیمت بخوره، شاید هم بیشتر باشه. حتی ما داریم از روی ارزش کل توکن های نات کوین حساب میکنیم. پس بچه توی بهترین حالت میشه 2025، که اگه اینو ضرب در 1 میلیون بکنیم، هر 1 میلیون توکنی که الان توی بازی دارید تقریبا میشه 2.5 دلار. توی بهترین حالت بچه ها این قیمت رو میتونه داشته باشه.
که دیگه خیلی بخوایم خوشبینانه در نظر بگیریم. توی حالت عادی بچه اگه یادتون باشه زمانی که نوت کوین لیست شد قیمتش تا 205 204 هم اومد که همون اولاش قیمتش یه ریزش زیادی داشت، روی یه سنت اول لیست شد، بعد تا 204 اومد، بعد دوباره اومد بالا. یعنی بچه اگه قیمت رو بخوایم توی حالت عادی در نظر بگیریم، هر 1,000,000 توکن معادل 8 دلاره، قیمت هر 1000 تاش میشه 308. اگه بخوایم با توجه به اون قیمت نوت کوین زمان عرضه حساب کنیم، هر 1,000,000ش میشه معادل 8 دلار. و اگه بخوایم توی یه حالت بد در نظر بگیریم و اینکه نصف ارزش نوت کوین رو داشته باشه قیمت تپ سواب، میتونه تا 304 هم قیمت داشته باشه که هر 1,000,000ش اینجوری میشه 4 دلار. یعنی اگه شما 10 میلیون داشته باشید میشه 4 دلار، اگه 100 میلیون داشته باشید میشه 40 دلار. این بچه‌ها بدترین حالت، این حالت قیمتی که بهتون گفتم، این حالتی هم که بهتون گفتم، یه حالت حدودا نرمال. بچه‌ها این قیمتایی که بهتون گفتم با توجه به قیمت نوت کوین و مارکت کپ الانشه، دقیق مشخص نیست قراره چه قیمتی داشته باشه. اگه توی همین یکی دو روز مشخص نشه و ایدراپشو نده، ممکنه دوباره تعداد کاربراش تغییر کنن، بیشتر بشه، از اون ارزش پروژه بیاد پایینتر و همه این عددا دوباره میتونن تغییر بکنن. من یه حالت عادی و واسهتون حساب کردم با توجه به نوت کوین و یه فرمول بهتون دادم دیگه. خودتونم میتونید اینجوری که بهتون گفتم حساب کنید و ببینید حدوداً ارزشش چقدر میتونه باشه. حدودی شاید بچه 10 برابر کمتر از این ارزش داشته باشه، شاید هم 10 برابر حتی بیشتر از این ارزش داشته باشه. و هرچی میخواستم بگم و بهتون گفتم. من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. موفق باشید.